درود به شما دوستان و همراهان عزیز کانال پنجره جهان. اگه ویدیوی قبلی کانال رو دنبال کرده باشید متوجه میشید که ما سریال افسانه خورشید و ماه رو به صورت مختصر به شما معرفی کردیم و همچنین پرداختیم به سانسوری های 5 قسمت ابتدایی اون. حالا طی این ویدیو قراره که به نوعی اتفاقات مهم و جالب سریال رو در 5 قسمت دوم به صورت مختصر و مفید واسهتون بازگو کنیم و مهمتر از همه به صورت کامل بپردازیم به سکانس های سانسور شده و حذفیات جنجالی اون. پس اگه نمیخوای سانسوریای خورشید و ماه رو از دست بدی تا پایان ویدیو همراه هم باش. خب در ابتدا به این موضوع اشاره داشته باشیم که در ویدیوی قبلی گفتیم که یونوو بنابر مبتلا شدن به یه بیماری ناشناخته قصر رو ترک میکنه. اما باید توجه داشته باشیم که این بیماری از دشمنی ملکه مادر نشأت میگرفت که در تلاش بود کس دیگه ای رو به همسری ولیعهد در بیاره. بنابراین با حرکات و جادوگری های بانوی اعظم یونوو رو بیمار کرد. البته این موضوع رو بدونیم که بانوی اعظم که در گذشته به دوستش قول داده بود از اون دختر مراقبت کنه، پادزهری رو به پدر یونوو داد تا اونو از مرگ نجات بده. بنابراین اون با فریب همه که گمان میکردن یونوو مرده جون اون رو نجات میده. اما حالا دیگه یونوو تمام حافظش رو از دست داده و باید در انزوا به زندگیش ادامه بده. بنابراین ما در ادامه سریال شاهد سکانسی هستیم که مادر یونوو وقتی که دچار شوک روحی شده یه دختر بچه فقیر رو آورده و بهش غذا میده و به نوعی اونو با یونوو اشتباه گرفته. وقتی که همسر و پسرش میرسن و اونو متوجه میکنن که اون دختر یونوو نیست، به شدت شروع به گریه کردن میکنه که در همین صحنه همسرش اونو به آغوش میکشه و سعی میکنه آرومش کنه که این صحنه سانسور شده بود. حالا قبل از اینکه بریم سراغ ادامه سانسوری ها لایکو بزن و اگه به فیلم و سریال ها و تاریخ کره علاقه‌مندی کانال پنجره جهان رو سابسکرایب کن. در ادامه سریال 8 سال بعد رو به تصویر میکشه و حالا تمام شخصیت‌های سریال به نوعی بازیگرشون تغییر کرده. باید توجه داشته باشیم که بعد از گذشت این 8 سال امپراتور وقت که صاحب تاج و تخت بود فوت کرده و حالا ولیعهد اون یعنی شاهزاده لیهون به تخت پادشاهی نشسته. توی یه سکانس در همین قسمت ها ما شاهد این هستیم که امپراتور با بغل کردن ملکه خودش که دختر همون وزیری هست که به کمک ملکه مادر یونوو رو به قول خودشون کشتن گوش زد میکنه که کار تو باعث نمیشه که توجه منو به دست بیاری و به نوعی تخریبش میکنه که این صحنه هم سانسور شده بود. بنابراین در ادامه ما باز هم شاهد صحنه‌ای هستیم که ملکه به اقامتگاه امپراتور میره و از اون شاکیه که چرا یونوو مرده رو فراموش نمی‌کنی و به من توجه نمی‌کنی. که در همین حین امپراتور از هوش میره. برای همین ملکه خیلی سریع میدوه و اونو به آغوش میکشه که این صحنه هم سانسور شده بود. یکی دیگه از شخصیت‌هایی که میشه به اونها اشاره کنیم برادر یونوو و خواهر امپراتور هستن که همونطور که میشد حدس زد با هم ازدواج کردن. بنابراین توی یه صحنه سانسوری ما شاهد ابراز علاقه هایی هستیم که این دو نفر با همدیگه دارن و در نهایت همدیگر رو بغل میکنن. در ادامه برادر ناتنی امپراتور که ضلع دیگه مثلث عشقی بود بنا به شباهت‌هایی که از بزرگسالی یونوو و کودکیش به هم میبینه باز هم گرفتار و دلباخته یونووی بزرگسال میشه. برای همین توی یه صحنه وقتی یونوو در خطره دست اون رو میگیره و تلاش میکنه که اون رو فراری بده که در این امر ناموفقه. صحنه سانسور شده بعدی باز هم به یونوو مربوطه، چرا که مشاهده حمام کردن و شستشوی اون توسط افراد قصر هستیم. سکانسی که بیشتر بدن یونوو اوریان و پیداست که خب جناب سانسورچی با زدن دکمه سانسور این صحنه رو از تلویزیون حذف کرده بود. در ادامه از دست قضا یونوو که حالا یه پزشک هستش به عنوان طبیب امپراتور معرفی میشه، اما اون باید به طور مخفیانه و در زمانی که امپراتور خوابه اون رو درمان کنه. برای همین وقتی توی یه صحنه امپراتور متوجه میشه که اون بدون اجازه وارد اتاقش شده خیلی سریع یونوو رو توی یه حرکت سانسوری دستگیر میکنه. اما باید توجه داشته باشیم با وجود از دست رفتن حافظه یونوو و همینطور تغییر چهره بعد از گذشت این همه سال اونها هم دیگر رو نمیشناسن. در ادامه توی یه صحنه دیگه پادشاه که در حال قدم زدن به همراه خدمش و یونوو هستش یه دفعه یونوو رو به بغل خودش میکشونه و با گذاشتن دست زیر صورتش از اون سوال میپرسه که تو کی هستی و چرا انقدر برای من آشنا به نظر میرسی. و خب این صحنه هم متاسفانه سانسور شده بود.
در آخرین سکانس حذف شده این بخش به دختری اشاره کنیم که در گذشته برادر پادشاه اون رو نجات داده. دختری که حالا در قصر مشغول به کاره و بعد از اینکه برادر پادشاه اون رو میبینه سریعا میره و اون رو برای تشکر بغل میکنه تا یه صحنه سانسوری دیگر رو رقم بزنن. خب دوستان عزیزم، اینم از پارت دوم حذفیات و سانسورهای سریال افسانه خورشید و ماه. اگه مایل هستید سانسوری ها و ویدیوهای جدیدی از این سریال برای شما عزیزان آماده و منتشر کنیم، حتما توی کامنت ها به هم بگید. بسیار سپاسگزارم که تا پایان ویدیو همراه هم بودید.